چگونه باید باشد حجاب و ستر؟ ابن عباس رضی الله عنهما پسری عمک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و لقبشون هم ترجمان القرآن، مفسر قرآن، ترجمان قرآن. و این کس به برکت دعای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و بعد از آن بعد زحمت های و مهنت ها و خدمت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم و اینچنین به دعای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرف شدن، مفسر قرآن شدن، لقبی ترجمان قرآن داده شد. حتی حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که خلیفه بودن در مجلس شورای امت اسلامی ابن عباس می درآوردن، حالا آنکه به نبیره دیگر اهل حضور برابر بود، یعنی نه فقط مثل فرزنداشون، مثل نبیره هاشون بود سن و سالش، از صاحب علم بودنش حضرت عمر در مجلس شورای امت اسلامی او رو می درآوردن، عضو مجلس بود. میگن که امر الله نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتهن فی حاجة ان یغطین وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابیب و یبدین عینا واحدة. ببینید الله تعالی امر کرد زنهای مؤمن ها را هر وقتا که از خانه هاشون که به کوچه برآمدند، در داخل خانه نه، برای اینکه در داخل خانه بله اگر یگان شخصی بیگانه باشد در آن حالت بله از اون کناره می جویند، یعنی خود را می پوشند. اما وقتی که به کوچه که برآمدند باید برای حاجتشان وقتی که کوچه برآمدند یغطین وجوههن، یعنی روی هایشان را می پوشند. ببینید سخن ابن عباس است. این سخن ابن عباس مذهبی یگان کس نیست، سخن صحابه هست، پیش از پیدای مذهب است. یغطین وجوههن، روی هایشان را می پوشند، من فوق رؤوسهن، یعنی از بال سرهاشون، روی هاشون از بال سرهاشون می پوشند. بالجلابیب، همون جلبابی که الله تعالی گفت جلابیب با همون می پوشند، یعنی یک پارچه لباسی که تمام بدن را از جمله روی را هم می پوشد. و یبدین عینا واحدة، فقط یک چشم را می کشاید. گفتن این سخن را با سند صحیح حافظ ابن کثیر در تفسیر ابن کثیر از ابن عباس رضی الله عنهما نقل کرده.